سلام، وقت شما بخیر و شادی. در این ویدیو با استفاده از یک اندیکاتور رایگان تریدینگ ویو که میشه گفت بر مبنای اصول پرایس اکشن استواره، یک استراتژی معاملاتی خدمت شما معرفی میکنیم. هرچند ابزار تستر استراتژی تریدینگ ویو بالاترین وین ریت رو برای این استراتژی معاملاتی در تایم فریم های 30 دقیقه و روزانه نشون میده برای اغلب ارزهای دیجیتال، ولی با افزودن اندیکاتورهای دیگه به عنوان تاییدگر میشه از این استراتژی در تایم‌های مختلف نتایج قابل توجهی به دست آورد. این سیستم معاملاتی در بازارهای مالی مختلف از جمله بورس‌های بین‌المللی، جفت ارزها و مارکت کریپتوکارنسی که دیتای اونها در تریدینگ ویو موجوده قابل استفاده است. پس اگه به دنبال یک استراتژی معاملاتی بسیار ساده و در عین حال کارآمد و نسبتاً مطمئن برای استفاده در مارکت های فارکس و یا کریپتو هستید، پیشنهاد میکنم این ویدیو رو تا انتها ببینید و پس از بررسی و بک تست گیری اگه در مارکتی که فعالیت دارید این شیوه معاملاتی نظرتون رو جلب کرد، با رعایت مدیریت سرمایه ازش استفاده بکنید. خب قبل از اینکه بریم سراغ بحث اصلی این ویدیو، مثل همیشه ازتون میخوام اگه اولین بار هست ویدیوهای این کانال رو مشاهده میفرمایید، لطفاً برای حمایت از ما و ملاحظه ویدیوهای بعدی با کلیک بر روی دکمه سابسکرایب کانال رو دنبال بکنید و دکمه زنگوله رو هم فعال بذارید تا به محض انتشار ویدیو جدید اطلاع یابید و ویدیو جدید رو به موقع ملاحظه بکنید. ضمناً لایک ویدیو و کامنت کردن نظرات و دیدگاه‌ها و یا انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان موجب سپاس بیشتر خواهد بود. درود مجدد، من موسی لطفی هستم و شما در حال ملاحظه یکی از ویدیوهای کانال یوتیوب شادبورس هستید. لطفاً تا پایان این آموزش همراه ما بمانید. ابتدا یک معرفی مختصر از اندیکاتور اصلی و اساسی این استراتژی داشته باشیم. در این استراتژی ما از این اندیکاتور رنج فیلتر بای اند سل 5 مینیت که اکنون صفحه تهیه کننده اون رو مشاهده میکنید استفاده میکنیم. همونطور که میبینید این اندیکاتور توسط بیش از 9000 کاربر تریدینگ ویو لایک شده. طراح این اندیکاتور توضیح آنچنانی در رابطه با اندیکاتورشون ارائه ندادن و اینجا اشاره کردن که نسخه اصلی اندیکاتور متعلق به این کاربره، یعنی دانوان وال، و ایشون اون رو ارتقا دادن. در این صفحه هم توضیحات طراح اولیه اندیکاتور رو میبینید. این اندیکاتور به اندازه نسخه ارتقا یافته لایک نخورده. من برای اینکه توضیح بدم این اندیکاتور چگونه کار میکنه، توجه شما رو جلب میکنم به این اندیکاتور که از جنس اندیکاتوریه که مد نظر ماست. میبینید که این اندیکاتور نواحی رنج رو شناسایی میکنه. پس با استفاده از این چنین اندیکاتورها میشه پس از اتمام ناحیه رنج و سایدوی در جهتی که قیمت مسیر و روند جدیدش رو آغاز میکنه متناسب با جهت وارد معامله سل یا بای شد. در واقع این اندیکاتور رنج فیلتر بای اند سل که ما ازش میخوایم استفاده بکنیم به همین شکل کار میکنه، یعنی پوزیشن های سل و بای رو پس از اتمام ناحیه رنج برامون نشون میده. حالا بریم سراغ تنظیمات اندیکاتور. من ابتدا اندیکاتور رو میندازم روی چارت. نام اندیکاتور و طراح اون رو به خاطر بسپارید. رنج فیلتر بای اند سل 5 مینیت. قبل از اینکه بریم سراغ تنظیمات اندیکاتور، ابتدا سورس کد اندیکاتور رو با هم ببینیم. در انتهای کدها این توضیح مهم طراح اندیکاتور رو ملاحظه میکنید. ایشون گفتن اگه میخوای از اندیکاتور به عنوان استراتژی استفاده بکنید، کافیه در ابتدای سورس کد عبارت استراتژی رو جایگزین استادی بکنید و این دو سطر رو از حالت کامنت خارج بکنید. میدونید که تفاوت استراتژی و اندیکاتور در تریدینگ ویو اینه که از استراتژی میشه بک تست گرفت. همونطور که میبینید کد اندیکاتور قفله و من نمیتونم ویرایشش بکنم. راهش اینه که از اسکریپت یک کپی تهیه کنم. برای کپی برداری من روی این سه نقطه کلیک میکنم. این گزینه میک اسکریپت کپی رو انتخاب میکنم و اسمی برای اندیکاتور یا استراتژی جدیدم انتخاب میکنم و سیو. حالا میتونم ویرایش کنم کد رو.
این دو سطر رو از حالت کامنت خارج میکنم و میام ابتدای کد و عبارت استراتژی رو جایگزین استادی میکنم. سیو و اد تو چارت. حالا من دیگه به جای اندیکاتور یه استراتژی دارم. فعلا نتیجه تست استراتژی رو رها میکنم و میرم سراغ تنظیمات. البته این اندیکاتور که کپیش برداشتم رو هم برمیدارم. این گزینه بارکالر که رنگ بندی کندل هاست رو برمیدارم من و به همین صورت این گزینه تریدز آن چارت رو آن سلکت میکنم. حالا نتیجه تست استراتژی رو با هم ببینیم. میبینید وین ریت 37.3% برای تایم 30 دقیقه و در 75 معامله. اینجا هم میبینید به طور متوسط هر معامله نزدیک 19.5 ساعت طول کشیده تا بسته بشه. اگر از کندل های هیکناشی استفاده بکنیم این وین ریت قابل توجه میشه. من نوع کندل رو هیکناشی انتخاب میکنم. میبینید وین ریت بالای 60% در 97 ترید و هر ترید به طور متوسط نزدیک 16.5 ساعت طول کشیده تا بسته بشه. شما میتونید نتیجه استراتژی رو در تایم های دیگه و برای جفت ارزهای دیگه هم بررسی بکنید. تایم 5 دقیقه وین ریت 51%. تایم روزانه هم میبینید که نزدیک به 70%. اینجا هم میتونید جزئیات تست استراتژی رو ببینید. ما میتونیم با افزودن یک مووینگ و اسیلاتور CCI به عنوان تاییدگر سیگنال ها وین ریت این استراتژی رو بالاتر ببریم. پس EMA و CCI رو اضافه میکنم به چارت. برای CCI از پریود 40 استفاده میکنم و رنگ و ضخامت اون رو به دلخواه تغییر میدم. باند پایینی و بک‌گراند رو آن سلکت میکنم و باند بالایی رو روی 0 تنظیم میکنم. حالا تنظیمات EMA. باز ضخامت و رنگ اندیکاتور رو تغییر میدم و پریود رو روی 100 قرار میدم. خب این از تنظیمات اندیکاتورها. حالا بریم سراغ شرایط و قواعد استراتژی برای ورود و خروج. ابتدا شرایط استراتژی برای پوزیشن بای. شرط اول اینه که اندیکاتور رنج فیلتر سیگنال بای رو صادر کرده باشه. شرط دوم هم اینه که روند صعودی باشه، یعنی کندل بالای EMA 100 بسته بشه. و شرط سوم هم اینه که CCI 40 بالاتر از 0 باشه. در این استراتژی هم حد زیان رو بر اساس نزدیکترین حمایت و حد سود رو هم بر اساس نزدیکترین مقاومت تعیین میکنیم یا بر اساس نسبت ریسک به ریوارد 1:2. بدیهیه اگه قیمت ورود به پوزیشن اونقدر به نزدیکترین مقاومت نزدیک باشه که نسبت ریسک به ریوارد منطقی به نظر نرسه، ما از ورود به اون معامله اجتناب میکنیم. یک مورد سیگنال پوزیشن بای رو با هم ببینیم بر روی نمودار. این موقعیت رو ملاحظه بفرمایید. در این ناحیه قیمت رنج زده و به محض خروج قیمت از این ناحیه رنج اندیکاتور رنج فیلتر سیگنال بای صادر کرده. در این موقعیت میبینید که CCI خط 0 رو به بالا داره کراس میکنه، اما شرط دوم که بسته شدن قیمت بالای EMA 100 هست برقرار نیست. 2 کندل بعد این شرط هم فراهم شده، پس میشه در قیمت کلوزین کندل وارد پوزیشن شد. حد زیان رو بر اساس این حمایت مهم و حد سود رو بر اساس نسبت ریسک به ریوارد 1:2 تعیین میکنم. حالا شرایط استراتژی رو برای پوزیشن سل با هم مرور بکنیم. شرط اول صدور سیگنال سل از سوی اندیکاتور رنج فیلتره. شرط دوم نزولی بودن روند یا بسته شدن کندل زیر EMA 100. و شرط سوم هم اینه که CCI 40 منفی و در زیر خط 0 باشه. در اینجا هم حد زیان بر اساس نزدیکترین مقاومت مهم
و حد سود رو بر اساس نزدیکترین حمایت مهم تعیین میکنیم، به طوری که شرط نسبت ریسک به ریوارد حداقل 1:2 رعایت بشه. و حالا یک پوزیشن سل هم بررسی بکنیم. میبینید که پس از اون پوزیشن بای که تریدش با سود بسته شد، دوباره قیمت رنج زده و به محض اینکه قیمت ناحیه سایدوی رو به پایین شکسته، اندیکاتور رنج فیلتر سیگنال سل صادر کرده. باز در این موقعیت شرط منفی بودن CCI برقراره، ولی قیمت در 2 کندل بعد در زیر EMA بسته شده. پس در این کندل هر 3 شرط استراتژی برقرارن و میشه وارد پوزیشن سل شد. حد زیان رو بر اساس این مقاومت مهم و تارگت سود هم به نسبت ریسک به ریوارد 1:2 تعیین میکنم. عرض کردم که استفاده از 2 اندیکاتور EMA و CCI به عنوان تاییدگر سیگنال ها منجر به این میشه که ما وارد بسیاری از معاملات زیانده نشیم. این سیگنال رو ببینید که شرط دوم و سوم رو نداره و این مورد هم به همین صورت. و این موارد هم که میبینید سیگنال فیک محسوب میشن. حتما توجه دارید که اگه ما این سیگنال ها که با استفاده از EMA و CCI از ورود به اونها اجتناب میکنیم در نظر گرفته بشن در تست استراتژی، وین ریت اون به مراتب بالاتر میره. خب در اینجا به پایان این ویدیو رسیدیم. امیدوارم این آموزش هم براتون مفید بوده باشه. لطفاً چنانچه ویدیو رو پسندیدید حتما ویدیو رو لایک بفرمایید. منتظر کامنت ها و دیدگاه های شما در رابطه با موضوع این ویدیو هستم. تا هفته دیگه و ویدیو دیگه، بدرود.